مادرم از قدیم 20 لک قرضدار بود ولی نفرش پیدا نمی شود. همان پول را صدقه بده می شود؟ بله می شود، به نیت ثواب به مصاحبش. شوهر مردکار است، خودم از خانه مردم در خانه مردم کار میکنم، آیا گناه دارد؟ در صورتی که نفقه را کامل آورده نمیتونه و تو همکاری میکنی و به تو اجازه هم داده شوهر کار بکن، ولی با حجاب اسلامی، با مردایش تماس نداشته باش. نماز قضایی را پر بخوانیم یا خالی؟ قضایی و عمری را که این مادر میگه در عمر خیلی قضا کرده باشم، از وقتی که بالغ شدم، کلش پر خوانده میشه. ولی قضایی مشخصه که دیروز، پریروز، پیش پریروز نماز دیگر، نماز خفتن میاره نخواندیم من، او باز قسم خودش خوانده میشه. اما قضایی و عمری که تو فکر میکنی خیلی نمازها رو من نخواندیم، اینا کلش پر خوانده میشه. سنت ها قضا آورده نمیشه، فرض ها و وتر واجب قضا آورده میشه. به خاطر که در خانه جنجال نشود دروغ گفتن جایز است. دروغ گفتن مرد برای زن و زن برای مرد در بعض جاها اجازه است. طور مثال یک زن ازدواج کرده با یک مردی که اصلا نمیخواستیشه ولی دادن دیگه، پدر مادرش، آل مجبوری برش میگه من تو را دوست دارم که زندگی پیش بره، اشکال نداره، گرچه دروغ گفته نه، از دل نمیخوایشه ولی گفته دوست دارم. یا همچنین یک مرد 3 تا زن داره، 2 تا زن داره، زنش پرسان میکنه کدام ما را دوست داری؟ میگه تو را زیادتر دوست دارم. دو میگه تو را زیادتر دوست دارم. این دروغ به خاطر مصلحت است که خانه خراب نشه. یا طور مثال در بازار کباب خورده، میگه هر سیخی که میخوردم جانم نشیش تو در یادم آمدی، در حالی که یادش هم آمده. این دروغ گفته که دل زن خوشحال شد. 1.5 سال است که برادرم با من قهر است، من پیش آن میروم همراه او گپ میزنم اما او قبول نمیکنه. تو اجر خود گرفتی، الله او را باز جزا میده قبول نکرد. چرا قهر کردن با مسلمان از 3 روز به بالا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که قهر میکنه از 3 روز به بالا او آتش جهنم باید برود. ولی که کسی با تو قهر میکنه، تو با امرش گپ میزنی، او حرف نمیزنه، او گناهگار است، تو مسئولیت خود ادا کردی. من در نماز وسوسه دارم، باید چیکار کنم؟ بعد از نماز صبح 100 مرتبه لا اله الا الله بگوین، چند مدت دراز تا این وسوسه دور شه. یک و پیش از اینکه به نماز شروع کنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طرف چپت 3 مرتبه تف بکن، بعد به نماز آغاز بکن، وسوسه دور میشه ان شاء الله. برادر زاده من 20 سال است، طفل نداره، برای او دعا نمایید، خداوند فرزند صالح و دیندار نصیبش بگردان. سجده سهو 1 سلام داره یا 2 سلام؟ 1 سلام داره. سجده سهو 1 سلام داره. نماز مرگ وجود دارد؟ نه وجود ندارد. نماز به نام مرگ وجود ندارد. طفل 2.5 ساله از شیر مادر خود جدا شده، یک زن دیگر شیر خود را در گیلاس جوش داده مانده، طفل آن شیر را خورده، آیا همان طفل شیرخوره می شود؟ بعد از 2.5 سال شیرخوره نمی شود. 2.5 سال که از مادر شیر خورده و از شیر جدا شده، اگر زن دیگر رفته شیرش بخوره در حالی که حالا به غذا عادت کرده غذا میخوره، این شیر زن دیگر خورد شیرخوره نمیشه. شخص گناهگار شهید شود گناهش بخشیده می شود؟ اگر شهید شود، شهید واقعی شود، الله جل مجلاله گناهش رو میبخشه. شوهرم نمیشنود، یعنی کر است، هرچی میگم نمیفهمه، آیا بدون اجازه آن روزی قضایی را بگیرم؟ شخص او اشکال نداره مادر گرامی، روزی قضایی خود بگیره. شخص شرابخور اگر نماز بخواند گناهش بخشیده میشه تا زمانی که شراب ترک نکنه، نمازش خدا قبول نمیکنه. کسی که شراب می نوشه در حدیث میاد تا 40 شبان روز الله عبادتش قبول نمیکنه، و شراب خود ترک کنه. باید حمام دادن شوهر توسط خانم گناه دارد؟ گناه که ندارد، ثواب هم داره. چی اشکال داره؟ این بهترین محبت است که شوهر خود یک خانم غسل بده، هیچ مشکل نداره. شوهرم نماز نمیخوانه، آب وضو جای نماز آماده میکنم باز هم نمیخواند، من چی باید کنم؟ دعا کو در حقش خدا هدایتش نصیب بگردانه. پدر طفل شهید شده، مادرش طفلهایش را پیش خود گرفته، بیبی پدری طفلها میگه طفل را برایم نشان بده، مادر میگه باید 5 لک بتین بعد از آن طفل را نشان میده. چه عجیب مادرایی هستن. خداوند هدایت به توی قسم مادرای نامادره. خب بیبیش از دیگه و دوست داره ببینه نواسیشه، 5 لک روپه بده.
شوهر 1 سال می شود که گم است. آیا زن می تونه بدون اجازه شوهر دیگه شوهر بکنه؟ نه خیر، نمی تونه. او در قاضی رفته به پیش محکمه، به محکمه به قاضی بگه شوهر ما گم شده. قاضی او را می پاله 1 سال تمام از هر جایی که هست. اگر معلوم نشد باز حکم موت به او صادر میکنه و 4 سال 4 ماه و 10 روز. اول 4 سال زن باید انتظار بکشه. بعد 4 سال قاضی حکم موت صادر میکنه، موت حکمی. با 4 ماه و 10 روز دیگه هم زن عدت تیر میکنه. بعد از این عده میتونه ازدواج بکنه. اینم در مذهب مالک است. فتوای متأخرین مذهب احناف هم به فتوای امام مالک است. و الا در مذهب خود امام ابو حنیفه 90 سال باید زن انتظار بکشه. اما در فتوایی که متأخرین از علما دادن همی است که 4 سال و 4 ماه و 10 روز. در صورتی که او هم قاضی بگوید، در غیر صورت نمیتونه. اگر حیوانات را قتل کنیم در آن دنیا از او سوال می شود. یکی مار است، کشتنش باید کشته شود. گژدون باید کشته شود. موش که ضرر میرسونه به خانه باید کشته شود. هر شیء که اذیت میرسونه کشتنش جواز داره، ولو که سگ باشه، پیشک باشه، هر چی که باشه. و اگر بدون گناه در حالی که هیچ اذیت شما را نکرد و را بکشین، روز قیامت از شما سوال میشه. بله. من یک پسر کوچک دارم 6 ساله است. من آن را شیر دادم. او به خواهرم محرم شده؟ نه، محرم نشده. 6 ساله دیگه. 6 ساله که محرم نمیشه. او وقت شیر خورگیش نیسته. وقتی شیر خورگیش نباشه به 6 سالگی هر کس شیر بده. اینمی زنی که شیر داده، اما بچه کلان شه و اینمی زن میتونه به زنی خود بگیره. همین که شیرش خورده در 6 سالگی همین میتونه به زنی خود بگیره، چون محرمیت ثابت نمیشه. من یک دختر را دوست داشتم. مردانه بود من سوال. من یک دختر را دوست داشتم، از خدا خواستم من را از او دور نکند. چرا خداوند دعای مرا قبول نکرد؟ کی میفهمیم چی در خیر ماست، چی در ضرر ما هست؟ الله که قبول نکرده حتما در خیرت بوده که قبول نکرده. بار بار ما دعا میکنیم خدای همین که دعا کردیم در دستای ما برس. ما خیر خوبی را نمیفهمیم. من یه وقت براتون نگفتم یک دانشمند میگه من در طیاره سوار بودم، به مسیر در حرکت بودم، جلوی روی من یک درب بود. من خواستم این درب باز بکنم، مثل یک لوح ازی استفاده بکنم، ام کامپیوتر خود سرش بانم، از او یک چیزی کامپیوتر چیزی بخونم. گفت هر چی تلاش کردم باز نشد، هر چی تلاش کردم باز نشد، هر چی زور زدم باز نشد. میگه خسته شدم، خود ادم چوکی انداختم بالا، سعی کردم که بالاش نوشته است درب خروجی اضطراری، یعنی وقتی طیاره سقوط بکنه دروازه خود به خود باز میشه، گرب پایین میغلطه نیجه. میگم شکر خدایا که باز نشد. اگه باز میشد که من رفته بودم. یعنی گاهی وقت قفله های هست که زور نزن، اگه زور زدی و میخوای که بازش بکنی سقوط میکنی. چیزی که نشد خدا نخواسته دیگه. و در خیر تو نبود، تو نمیفهمی چی چیز در خیر من، چی چیز در خیر من نیست. استغفرالله گفتن بعد از نماز فرض 3 بار گفته شود، اگر 5 بار یا 7 بار گفته شود چی فرق میکنه؟ 3 بار سنت است، از اون بیشتر هم شما بگین اشکال نداره. 3 بار سنت است. من از تاجیکستان هستم، خیاطی میکنم، میدوزم و به بازار میفروشم. شوهرم مرا اجازه میدهد از رفتن به بازار، ولی من احساس گناه میکنم. لطفا برایم توضیح دهید. مادر گرامی که در چون این سوالات کلش تاجیکستان و روسیه و ازبکستان یا میشنون، مادری که در تاجیکستان هستن خیاطی میکنن، مادر گرامی وقتی که میدوزی به شوهرت بده که به بازار ببره، وقتی احساس گناه میکنی. بله این زنای دیندار، زنای با خدا، زنای با تقوا، اونا احساس گناه میکنن. او زنایی که یعنی از حیا و شرم خبر نیست، روز 10 مرتبه بازار برن احساس خوشی میکنن. و شاید بگه شوهر من خیلی آزاد است، من هیچ گپ نمیزنه. نه، از این خوش نشو. شوهرت آدم خوبی نیست. شوهری که زیاد غیرت داشته باشه زنش بازار نمیمونه که دیگر هر کس از این گلش بوی بکنه. باز آرایش هم میکنن، عطر هم میزنن، اسپری هم استفاده میکنن، باز میرن شهر و بازار. باز شوهرم خیلی آدم خوب است. روز قیامت باز معلوم میشه که خوب است یا خراب است. هر مردی که غیرت داره سختگیر است، از او راضی باشی. مرد با غیرت باید زنای با غیرت دوست داشته باشه. که با غیرت از شوهر من، یا با غیرت از پدر من، با غیرت از برادر من. پس بنان به مادری که
در تاجیکستان است برش میگم مادر گرامی لباس بدوز اما به شوهرت بده که در بازار بفروشه. موفق و سربلند باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.